درس های گذشته قبل از ماه مبارک رمضان خواندیم. در بخش اعظم این سوره مبارکه روی سخن کلام الله مجید با کفار یهود است. تمام شبهات یهود، تمام اعتراضات یهود و انتقادهای اونها پاسخ داده شد و همچنین خباثتها، مفاسد، خیانتها که یهود مرتکب شدند در این سوره الله عزوجل برملا فرمودند، چه در زمانهای گذشته چه در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. بعضی از این سوالات که پاسخ داده می شوند در رابطه با توحید هست و بسیاری از سوالات در رابطه با رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم هست. یکی از سوالات و اعتراضات در رابطه با قبله و تحویل قبله هست. یهود مدعی بود و معتقد بود و امروز هم یهود معتقد است که قبله تمام انبیا بیت المقدس بوده. این پیامبر اگر پیامبر خدا است و ادعا دارد که با همه انبیاء خدا هماهنگ است، چرا قبلهش غیر از بیت المقدس؟ چرا قبلهش به سمت بیت الله است؟ گرچه ابتداءً وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه هجرت کردند و به مدینه طیبه تشریف بردند، دستور رسید که به سوی بیت المقدس نماز بخواند. در ابتداء هجرت 16-17 ماه به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند. بعد از اون دستور رسید که به سوی بیت الله نماز بخواند. و حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما معتقد است که حتی در مکه مکرمه ابتداءً وقتی که رسول الله مبعوث شدند و به پیامبری برگزیده شدند، به خاطر اینکه با مشرکین مکه مخالفت بکنند، در مکه مکرمه هم دستور رسید که به سوی بیت المقدس نماز بخوانند. یعنی 13 سال مکه هم به سوی بیت المقدس میخوان. این نظر عبدالله بن عباس. و بعد که مدینه رفت هم ادامه داد به سوی بیت المقدس. بعداً خداوند دستور داد به سوی بیت الله نماز بخواند. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده شد. در جواب یهودی ها خدمت شما عرض کنم در لابلای این آیات میخوانیم، ولی اولا که جواب اینه که قبله تمام انبیا بیت المقدس نبوده. ابوالانبیا، پدر انبیا که ابراهیم علیه السلام هست، قبله ایشون و قبله فرزند ایشون اسماعیل علیه السلام به سوی بیت المقدس بیت الله بوده. قبله این دوتا پیامبر به سوی بیت الله بوده. قبله آدم علیه السلام به سوی بیت الله بوده. اگر فرصتی باشد تاریخ بیت الله را خدمت شما عرض میکنم. حتی یکی از مفسرین به نام ابوالعالیه ایشون معتقد است که تمام انبیاء بنی اسرائیل که یهود معتقد است که به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند، اینها در بیت المقدس نماز می‌خواندند. صخره بیت المقدس معروف است، طوری پشت صخره می ایستادند که روبروی صخره و روبروی بیت الله بیستند. یعنی اونها هم قبله بیت الله را رعایت می‌کردند. ابوالعالیه یه روزی بحثش شد با یکی از یهودی ها و گفت که قبله انبیاء شما هم بیت الله بوده. اون قبول نکرد. گفت خب خانه حضرت صالح که پایین بیت المقدس است و نمازخانه‌ای که حضرت صالح علیه السلام که دیر وقتی داشت
گفت اون را میرین نگاه میکنیم، اگر به طرف بیت الله بود حرف من درسته. رفتن نگاه کردن دیدن حضرت صالح علیه السلام هم به طرف بیت الله نماز میخوانده. پس تنها قبله آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیت الله نبود، قبله همه انبیا بود. اما من در رابطه با قبله میخوام یک مطلبی خدمت شما عرض بکنم و بعد من آیات را ترجمه میکنم. چرا همه ما باید قبله من به طرف بیت الله باشه؟ علت چیه؟ دلیلش چیه؟ عرض به خدمت شما که ببینید اسلام عبادتهای مختلفی برای ما مسلمانان وضع کرده و مشروع فرموده. بعضی از عبادتهای انفرادی هستند، بعضی از عبادتهای اجتماعی هستند. در عبادت انفرادی لازم نیست که همه ما هماهنگ باشیم. در عبادت انفرادی بهتر اینه که هر یکی تنهایی عبادت کند، حتی برادرش، رفیقش، همسایش هم متوجه نشه. مثلا ذکر خدا یکی از عبادتهای انفرادی هست، لازم نیست همه با هم بشینیم با هم ذکر کنیم، هر یکی ذکر کند. و بهترین ذکر اون ذکری هست که آهسته باشد، مخفیانه باشد و به تنهایی باشد. دیگه از عبادتهای خدا مثلا روزه هست. در روزه گرفتن لازم نیست که ما تمام بیایم در کنار هم گرسنگی بکشیم، نه، هر کسی روزه میگیرد، هر جا باشد روزهش هر چه مخفیانه تر باشد مقبول تر است انشاءالله. پس در عبادتهای انفرادی هر چی که این عبادت مخفیانه باشد، بدون سر و صدا باشد، بهتر است. اما در عبادتهای اجتماعی خداوند عزوجل عبادتهای اجتماعی را محور وحدت قرار داده، ملاک وحدت قرار داده. یعنی ما مسلمانان وحدتمون در غالب عبادتهای چی هست؟ اجتماعی. نه مسلمانان، خداوند تعالی میخواد همه انسانها با همدیگه متحد باشند، همه انسانها در یک مسیر قرار بگیرن. حالا چه چیزی را محور قرار داده؟ خیلی چیزها هستند که غیر اختیاری هستند. مردم دنیا چیزهای غیر اختیاری را ملاک وحدت قرار دادند. مثلا من از فلان قومم، از بلوچم، از کردم، از ترکم. ترک بودن را، بلوچ بودن را، کرد بودن را ما محور وحدت قرار دادیم. اینها از نظر خدا محور وحدت نیستند، چون که هر یکی از ما از هر قومی شدیم به اختیار خودمون نشدیم، غیر اختیاری. یا رنگ را مثلا بعضیا سفید پوستان با هم متحد، سیاه پوستان، رنگ را خدای تعالی ملاک قرار نداده، زبان را ملاک قرار نداده، به صورت غیر اختیاری زبان اون یکی فارسی، اون یکی ترکیه، اون یکی لوری است. این چیزها را خداوند عزوجل محور وحدت قرار نداده، چیزی که غیر اختیاری باشد. چرا؟ خدای تعالی در اقوام مختلفی که خلق کرده به تمدن اونها اسلام احترام میگذارد. هیچ وقت اسلام نمیگه که شما لباستون را در بیارین، لباس بلوچی نپوشید، لباس کردی نپوشید، لباس فارسی نپوشید، لباس عربی نپوشید. نه، با فرهنگ کار نداره، با لباس کار نداره، با زبان کار نداره. اسلام اجبار نمیکنه زبانت را ترک کن بیا عربی صحبت کن، نه خیر، بیا فارسی صحبت کن. با بقیه مواردی که در فرهنگ هستند
در تمدن این قوم هست اسلام کار نداره، به اونها احترام هم میگذاره. البته چیزهایی که خلاف شرع باشند یا چیزهایی که باعث فخر و غرور باشند اونها را منع میکنه، مثل موسیقیات. اینها بالاخره اثرات منفی دارن که الان وقتش نیست. پس اون چیزی که مردم دنیا ملاک وحدت قرار دادن، قوم، زبان، لباس، رنگ و پوست، وطن، نخیر، اینها را اسلام ملاک وحدت قرار نه. اینا نمیتونن ملاک وحدت قرار بگیرن، اینا غیر اختیاری هستند. مثلا وطن یکی به صورت ما خودمون نخواستیم تو ایران متولد بشیم یا تو عربستان متولد بشیم یا تو افغانستان متولد بشیم، خدا یکی را خواسته اینجا پیدا کرده، یکی را تو اون کشور، یکی را تو اون کشور. لذا وطنیت نمیتونه ملاک وحدت باشد. خداوند چیزهایی را ملاک وحدت قرار داده که اونها در اختیار خود ما هستند. مثلا الله عزوجل دین را، اسلام را، عبادت خودش را ملاک وحدت قرار داده. میفرماید ای مردم همه بیایید یک خدا را عبادت کنید. در این خدا و اون خدا و اون خدا را عبادت نکنید. یکی خورشید عبادت میکنه، یکی سنگ عبادت میکنه، یکی چوب عبادت میکنه، یکی گاو و حیوان را عبادت، نه اینا را عبادت نکنید. همه بیایید. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. ای اهل کتاب شما را دعوت میدیم به سوی وحدت، بیایید پیامبران خدا را عبادت نکنید، صلیب را عبادت نکنید و بندگان خدا را عبادت نکنید، بیایید یک کلمه مشترکی الا نعبد الا الله، بجز الله هیچ کسی را عبادت نکنید. پس ببینید خدای عزوجل محور وحدت چه چیزی را قرار داده؟ عبادت خودش. بعض یک سری چیزهای دیگر را هم، اون عبادت هایی که اجتماعی هستند، اونها را هم خدای عزوجل در اونجا هم هماهنگی دستور داده. مثلا در نماز گفته همه پشت یک امام، همه با قیام او قیام کنید، با رکوع او رکوع کنید، با سجده او سجده بکنید، هر حرکتی هر ادایی او در میاره شما هماهنگ باشید. نماز پس عبادت محور وحدت، حج محور وحدت. هر یکی حق نداره که لباس خودش را بپوشه، لباسی که شیک دوخته و نمیدونم زیبا دوخته اون لباس عربیش بپوشه، اون کت شلوارش بپوشه، اون لباس بلوچیش بپوشه. نه، همه دو تا لباس ساده، لباس کفنی که برای تمام انسانهای دنیا مقدور باشد، همه اون بپوشید. همه یک چیز بگویید، زبانت کردی، ترکی، لوری، هر چی هست باشد، همه بگویید لبیک اللهم لبیک. اسلام در چیزهایی که اختیاری هست، سیاه هم میتونه این کار را بکنه، سفید هم میتونه بکنه، عرب هم میتونه، عجم هم میتونه، اینها را ملاک وحدت قرار داده. پس یکی از اون موارد قبله هست. این نیست که خدای عزوجل به همین سمته، نه، خدای تعالی از جهات و از سمت بالاتره. 6 جهت، جلو، عقب، راست، چپ، بالا، پایین، هر جهتی الله عزوجل هست. این نیست که فقط به همین جهت مغرب هست. پس الله عزوجل چه چیزی را ملاک قرار داده؟ این که هماهنگ باشید. یک مرکز مقدس را خدای تعالی تعیین کرده، گفته همه به اون سمت نماز بخونید. پس این فایده قبله هست. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه طیبه تشریف آوردند، تا 16-17 ماه به سوی بیت المقدس نماز میخواند. چرا به سوی بیت المقدس نماز میخواند؟ تا به یهود نشان بده ما تعصب نداریم. این دستور خدا بود البته.
به یهود نشان بده که ای بیچاره ها، شما هستید که از هر چیزی که ما میکنیم شما مخالفت میکنید، ما نه، ما به سمت قبله شما هم نماز میخونیم تا 16-17 ماه. اما بعد از این آن حضرت بار بار به آسمان نگاه میکرد که کی دستور میرسه به سمت و سوی قبله جدم ابراهیم علیه السلام نماز بخوانم. الله تعالی این آیات را نازل فرمود. الله فرمود که هنوز قبله دستور داده نشده به سوی بیت الله، اما پیشا پیش خداوند پیشگویی میفرماید این انسانهای نادان، انسانهای احمق ان غریب خواهند گفت که چه چیزی ایشون را از قبلهش متحول کرد، چه چیزی باعث شد که این از این قبله بیت المقدس به سوی بیت الله نماز بخواند. از یک طرف دیگه ببینید یهود میدونستن این سوالات از روی ضد و عناد بود. یهود میدونست که قبله اصلی پیامبر خاتم کجاست؟ بیت الله. میدونست، تو کتابهایشون نوشته بود که وقتی که پیغمبر آخر بیاید به سوی بیت الله نماز میخواند. اگر دستور تحویل قبله نمیرسید اون وقت اعتراض میکردن که خب تو کتاب ما درباره این نبی آخر الزمان نوشته که قبلش کجا خواهد بود، بیت الله، چرا به سوی اون نماز نمیخواند؟ لذا الله تعالی هنوز دستور قبله نداده، پیشا پیش الله بیان میفرماید. الله میفرماید سیقول السفهاء من الناس، ان غریب خواهند گفت، انسانهای نادان خواهند گفت، انسانهای نفهم خواهند گفت ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه چیزی اونها را منحرف و منصرف کرد، برگرداند اونها را از قبلهشان، آن قبله که التي كانوا عليها، آن قبله که بر آن قبله بودند. اینا به طرف بیت المقدس نماز میخواندند. چه چیزی باعث شد که از بیت المقدس روی بگردانند؟ ای پیامبر من، ابتدا به اونها بگو قل لله المشرق والمغرب، بگو مشرق و مغرب مال الله است، مشرق و مغرب از آن خداست. تو به طرف مشرق نماز بخوانی یا به طرف مغرب نماز بخوانی، هر جا نماز بخوانی به اون سمت خدا داری نماز بخونی، ولی هر جا که خدا میگه به همون سمت نماز بخوان، هر جا که خدا میگه به همون سمت نماز بخوان. یک نکته خدمت شما عرض بکنم درباره بیت الله. ببینید بیت الله اولین قبله‌ای هست که الله عزوجل دستور دادن روی زمین ساخته بشه. در سوره آل عمران هست ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اولین بیتی که برای عبادت مردم ساخته شده همون بیتی است که در مکه هست، یعنی بیت الله، کعبه شریفه. اهل تفسیر نوشتن وقتی که الله عزوجل سیدنا آدم علیه السلام را به زمین فرستاد و دستور داد اینجا عبادت بکنند، فرشتگان را فرستاد که بار اول فرشتگان آمدند و بیت الله را بنا کردند. بنای اول بیت الله توسط فرشتگان انجام گرفت. بعد به آدم علیه السلام دستور رسید به این سمت نماز بخوان. قبله شما، قبله را من عرض نکردم معنیش چیه. قبله یعنی سمت توجه، به اون سمتی که باید شما توجه بکنید. اون سمت توجه شما، اون قبله شما این بیت هست. آدم علیه السلام به همون سمت نماز میخواند. بعد از آدم هرچی پیامبر هست به سمت بیت الله نماز میخواند. سیدنا نوح علیه السلام هم به سمت بیت الله نماز میخواند. اما بعد از اینکه طوفان نوح آمد، طوفان نوح سراسری و عالمی شد، جهانی شد، تمام دنیا خراب شد، من جمله بیت الله. اثر عرض کنم که اون بیت از بین رفت. بعدن وقتی که
سیدنا ابراهیم علیه السلام هجرت کرد و از عراق آمد به شام، اون زنش حضرت ساره را در شام گذاشت، این زن دومش حضرت هاجره را آورد در مکه گذاشت. اینجا هیچی نبود، یک وادی خشک و بی آب و علف بود، قطره آب نبود. تا اون داستان حضرت اسماعیل را شنیدید که زمزم را الله درست کرد. بعد که اسماعیل کمی بزرگتر شد، در جزء 1 قبل از این درس ما خواندیم، ابراهیم را خداوند دستور داد او و اسماعیل اون قواعد و پایه های بیت الله را چکار بکنن؟ بلند بکنن، بیت الله را تجدید بنا بکند. پس سازنده اولش ابراهیم نیست، ابراهیم سازنده دومش هست. حتی در حدیث میاد جبرائیل امین آمد به ابراهیم نشان داد که اینجا هست، اون آثار را، اون پایه های قدیمی را نشان داد. ابراهیم و اسماعیل قبله را درست کردند. پس این بیت الله خدمت تاریخی دارد، خدمتش به اندازه خدمت انسان است از روزی که انسان ساخته شده. البته بیت المقدس هم قدیمی هست، حضرت سلیمان درستش کرد، اون بنا هم بنای دوم بود. در حدیثی ما داریم که از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن اولین بیت کدوم هست؟ فرمود اولین بیت الله هست، دومین بیت المقدس است. بین اینها 40 سال فاصله هست، یعنی بیت الله 40 سال قبل از بیت المقدس ساخته شد. لذا الله اینجا میفرماید قل لله المشرق والمغرب، بگو مشرق و مغرب مال الله است، به هر سمت و سو الله است. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، هر کسی را الله بخواد راهنمایی میکنه به صراط مستقیم. لذا هر کسی که ضد و عناد داشته باشد مثل شما یهود، او هدایت نمیشه. هر کسی که در درونش انابت و حق طلبی باشد، او هدایت میشه. و بعد از این الله میفرماید و کذالک جعلناکم امة وسطا، این گونه ما شما را قرار دادیم ای رسول الله، شما را امت وسطی قرار دادیم، امت میانه، امت معتدل، امت میانه رو. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، تا اینکه شما بر مردم گواه باشید و پیغمبر بر شما گواه باشد، یا اینکه شما برای مردم بیان کننده باشید و پیغمبر بیان بکنه برای شما. معنای این آیه چی هست؟ ببینید، اولا امت رسول الله امت وسط است، امت اعتدالی هست. امت اعتدالی یعنی نه در این امت افراط است نه تفریط است، نه تندروی هست نه کندروی هست، بلکه میانه هست. الله عزوجل دینی که به ما داده، شریعتی که به ما داده، در اصول با همه انبیا یکی هستیم، همه اهل توحید، همه یکتاپرست. اما در بقیه احکام خیلی چیزها هست که ما مثل امتهای دیگه نه راه تندی را داریم نه راه کندی را داریم، بلکه ما میان رو هستیم. خداوند راه اعتدال را داده در بسیاری از مسائل که اینجا مثال گفتن مشکل هست. به عنوان مثال یه چیزی که در ذهن می آید من عرض می کنم، اگر در دین یهود کسی را می کشت، قاتل باید قصاص می شد، غیر از قصاص هیچ رای دیگه نداشت. در دین نصارا مفسرین جور نوشتن اگر کسی را می کشت قصاص نبود، اجازه قصاص نبود، باید بالاخره عفو و بخشش می بود یا دیه می بود، قصاصی وجود نداشت. اما در دین اسلام الله عزوجل از سه چیزی که را اختیار داده، یا قصاص یا دیه یا عفو. پس هر سه صورت الان این اعتدال است، انسان خودش اختیار داره. در بقیه احکام هم همچنین، در بقیه احکام همچنین. اون شدتی که یهود داره اون شدت را مسلمانان ندارن. یک امت وسط است.
ببین وسط یعنی اعتدال، نه تند نه کند، چون که اگر تندی و کندی باشد از مسیر چی میشه؟ از مسیر منحرف میشه، خارج میشه. اصلا بدن انسان بر اساس گفته اطباء و پزشکان و طبیبها، در بدن انسان اگر اعتدال باشد بدن سالم است. اصل بدن انسان بیشتر از 4 اخلاط، میگه اخلاط 4 خلط تشکیل شده، یکی خون، یکی بلغم، یکی سودا، یکی صفرا. هر یکی یک خاصیتی داره. هر بدن ما از 4 خاصیت 2 تا خاصیت میتونه داشته. یکی سردی داره، یکی گرمی داره، یکی تری داره، یکی خشکی داره. به همین خاطر میگه مزاج شما گرمه، مزاج شما سرده، خشک یا تره. و همه اطباء اتفاق نظر دارن وقتی که این اخلاط 4گانه در بدن مساوی باشه بدن سالم ترین بدن است. نه زیاد گرمی تو بدن باشه، نه سردی باشه، نه خشکی باشه، نه تری باشد، اعتدال باشد. خب این بدن هم سالمه. این در مسائل مادی و جسمانی بود. در مسائل روحانی هم همچنین. وقتی که در دینی تندی باشد اون دیگه مثل همون مریض میماند. اگر خیلی سستی باشد همچنین. اعتدال باشد، نه تند نه کند، این میشه اعتدال، این دیگه سالم هست. این برای همه انسان ها قابل عمل است. لذا الله تعالی میفرماید این امت را ما امت میانه قرار دادیم. لتکونوا شهداء علی الناس، بسیاری تفسیر میکنند تا اینکه شما برای مردم بیان کنید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول صلی الله علیه وسلم برای شما بیان کند. یعنی رسول الله برای شما احکام و مسائل را بیان میکند. امت وظیفه داره به بقیه اقوام و به بقیه ملت ها برساند. یک تفسیرش اینه. یک تفسیرش نه، همونطور که شهید معنیش هست گواه. این در یک حدیثی تفسیر شده. ما چطور گواهی میدهیم برای انبیاء گذشته در حالی که ما اون وقت نبودیم؟ ما در زمان سیدنا آدم نبودیم، سیدنا نوح نبودیم، سیدنا ابراهیم، صالح، هود نبودیم. چطور گواهی میدهیم؟ در حدیث اینطور میآید که روز قیامت بعضی از انبیاء بر علیه امتهای خودشون شکایت میکنه، یا الله اینا حرف ما را قبول نکردن. امت انکار میکنن، میگه نه چیزی به ما نرسوندن. خداوند از پیغمبران گواه میخوان، اونا میگن گواهان ما امت آخر زمان است، امت رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان گواه میرند. امت رسول الله وقتی که گواهی میده که نوح علیه السلام رسالت را درست انجام داد، صالح علیه السلام وظیفه خودش را درست انجام داد، از این امت میپرسن شما از کجا خبر داری؟ شما که نبودید. میگن رسول الله برای ما بیان کرده. و یکون الرسول علیکم شهیدا، بعدا رسول الله به عنوان مزکی میاد و به نفع ما گواهی میده. بعضی این تفسیر را کرده چون در حدیث همین آمده. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، الله میفرماید ما قرار ندادیم اون قبله را که تو بر اون قبله بودی، الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، تا ما بدونیم چه کسی پیروی میکند رسول را از اون افرادی که ینقلب علی عقبه، به پشت سر برمیگردند، یعنی پیروی نمیکنند. تحویل قبله یک امتحانی است. خیلی ها بودند که وقتی که قبله تحویل شد، قبله عوض شد، دچار شک و تردید افتادند. اما بسیاری کسانی که ایمان داشتند اونها گفته آمنا و سلمنا، ما تسلیم، هر چی که رسول الله بفرماید، رسول الله دستور بده، ما اطاعت میکنیم. بعضی ها که ضعیف بودند، ضعیف الایمان بودند و سست بودند، اونها وقتی که دستور تحویل قبله رسید به اونها تبلیغات کردند که این پیغمبر بر قبله خودش نمان، اونها مرتد شدن، برگشتند. در بعضی روایت ها میاد. البته اینها بیشتر منافقین بودند. لذا الله می فرماید و ما جعلنا القبلة التي، ما قرار ندادیم قبله را، التي كنت عليها،
آن قبله که شما بر آن قبله بودید، الا لنعلم، مگر اینکه ما بدانیم، یعنی مشخص کنیم، من یتبع الرسول، چه کسی پیروی میکند رسول را، ممن ینقلب علی عقبه، از اون کسی که بر میگردد به پشت سر، و این کانت لکبیرة الا علی الذین هدى الله، گرچه تحویل قبله سنگین است مگر بر کسانی که الله اونها را هدایت کرده. اونایی که هدایت نصیبشون بشه برای بقیه تحویل قبله سنگین است. حالا سوال اینجاست که خب دستور دادم به سمت بیت الله نماز بخوانند، این صحابه‌ای که 16-17 ماه به سمت بیت المقدس نماز خواندند، اینها تکلیفشون چی میشه؟ الله تعالی فرمود و ما کان الله لیضیع ایمانکم، خداوند ایمان شما را، یعنی عبادات و نماز شما را ضایع نمی کند، اونا هم قبول هستند. اونا هم چی هستند؟ یک مطلب اینجا خدمت شما بگم، همون طوری که ابتدا عرض کردم خداوند به هر سمت و به هر جهتی هست. شما نماز بخونید نماز شما قبوله، اما وقتی که دستور دادم به سوی بیت الله نماز بخونیم باید به سوی بیت الله، به سوی مسجد الحرام نماز بخونیم، به سمت قبله. به سمت دیگه نماز بخونیم نماز ما قبول نیست. اما اگر ندونستیم و نماز خواندیم، مثلا شما مسافر بودید، شما تو بیابان ماشینتون را متوقف کردین، نگاه کردین، میخواستین نماز بخونید، نمیدونید که قبله کدوم طرفه. دستور برای شما اینه که شما فکر کنید و اجتهاد بکنید. شما فکر میکنی آخر خورشید را نگاه میکنی، ماه را نگاه میکنی، مثلا شب ستاره را نگاه میکنی، آخر به این نتیجه میرسی که قبله این طرفه، مثلا به طرفی دیگه غیر از قبله فکر میکنی به این طرفه، نماز میخونی. نماز تمام شد، بعد از نماز میخوای حرکت بکنی، حرکت کردی، بعدن کسی به شما گفت که قبله شما غلطه. حالا خدای عزوجل قبول میکنه نماز شما را. این نیست که شما نماز را برگردانید، نه، برگرداندن نماز لازم نیست. کسی که اجتهاد میکنه و اشتباه میکنه، الله عزوجل هم، چون که الله تعالی به هر سمتی هست. قل لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب مال خداست. این نیست که خدا فقط به همین سمت هست، ولی چون دستور داده شما به دستور عمل کردید ولی خطا کردید. شما فکر کردید در این سمت نماز میخونید، این سمت نماز خوندید، نماز شما درسته. لذا کسی دغدغه داشته نباشه. این صحابه‌ای که قبلا وفات کردند در زمان تحویل قبله، خب امروز دستور رسید به سوی بیت الله نماز بخوانه، اونا 2 ماه پیش وفات کرد، 3 ماه پیش، اونا هم الله میفرماید نمازشون قبول است. خداوند ایمان و نماز شما را ضایع نمی کند. چرا خدا اینقدر آسان میگیرد؟ ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، همانا خداوند نسبت به مردم رأفت دارد و مهربان است. خداوند سختگیر نیست. انسان بنده خدا وقتی که نماز میخوند و اگر چه اشتباهی باشد الله تعالی آسان میگیرد. خب هنوز دستور قبله نرسیده. این آیه هست که دستور قبله در این آیه صادر شد. همونطور که خدمت شما عرض کردم، آن حضرت صلی الله علیه و سلم هر روز به طرف آسمان نگاه میکرد. چرا؟ منتظر وحی بود، منتظر آمدن جبرائیل امین بود. به چه دلیل؟ چون رسول الله مشتاقانه منتظر بود که دستور برسه به سوی بیت الله نماز بخواند، به سوی قبله ابراهیم علیه السلام نماز بخواند، تا اینکه این آیه نازل شد. الله تعالی فرمود که الان شما از این به بعد به این سمت مسجد الحرام نماز بخوان. آیه را توجه بفرمایید. قد نرى تقلب وجهك في السماء، همانا ما میبینیم بار بار گشتن چهره شما به آسمان. ما میبینیم، ما مشاهده میکنیم بار بار به سوی آسمان نگاه میکنی، منتظر وحی هستی، منتظر جبرائیل هستی.
فلنولینک قبلة ترضاها، البته ما میگردانیم بر شما را به سمت اون قبله ای که تو راضی بشی، تو بپسندی. لذا اون قبله چیه؟ الان خدا دستور میده فول وجهک شطر المسجد الحرام، ای محمد صلی الله علیه و سلم برگردان چهرهت را به جانب مسجد حرام برگردان. اینجا خداوند فرمود شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد الحرام. شما میدونید که کعبه شریفه بسیار محدود است، چند متر بیشتر نیست، ولی 6-7 متر بیشتر نیست دیوارش. به سوی خود کعبه خدا نفرمود، به سوی چی فرمود؟ مسجد الحرام. مسجد الحرام خیلی وسیع است. از اینجا علما استدلال گرفتن که ما اینجا نماز میخونیم، در زاهدان نماز میخونیم، در تهران نماز میخونیم، در مشهد نماز میخونیم، لازم نیست کاملا روبروی کی باشیم؟ خود کعبه شریفه باشیم، بلکه مسجد الحرام که بسیار وسیع به همون سمت باشد. الا چند درجه این طرف اون طرف باشه، گرچه انسان امروز خداوند ابزار و آلاتی پیدا کرده که ما اگر بخوایم مستقیم میتونیم به طرف مسجد الحرام، ولی اگر انسان چند درجه این طرف و اون طرف باشه، این نیست که خداوند نمازش را قبول نمیکنه، به همون سمت انسان رو بکند. و الا تمام دنیا چطور به عین خانه کعبه بخواند رو بشوند؟ به این دلیل الان بسیاری از مساجد زاهدان هستند، یک مقداری قبلهشون تا به حال قبلا این امکانات نبوده، این قبله نواها و قطب نماها نبوده، مردم نمیدونسته، یک مقداری قبلهشون نادرسته. خب الان اون مساجد به همون سمت درسترش اون چیزی که وسایل نشون میدن نماز بخوانن، ولی معنیش این نیست که نمازهای گذشته تمام. بعضی مردم عوام نمیدونن، میگه این نمازهای گذشته تمام فاسده، تمام قبول نشده. نه خیر، اینطور هم نیست. به همون سمت نماز بخونید، به همون سمت، ولی هرچی راستر بهتره. حتی فقها میگن تا 45 درجه اشکالی ندارد. 45 درجه حسابی هست، تا اون اندازه اشکالی نداره، ولی خب انسان سعی بکنه کاملا راست بیسته. لذا الله اینجا هم میفرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام، برگردان چهرهت را به جانب مسجد حرام، و حیث ما کنتم، هر جا که شما بودید. بقیه مسلمانان را الله میفرماید فولوا وجوهکم شطره، شما هم برگردانید چهره های خودتون را به همون سمت. یعنی این دستور مخصوص رسول الله نیست، این دستور برای همه هست، همه به سمت بیت الله نماز بخوانند، مسجد الحرام نماز بخوانند. و حال اون نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم، اون نکته را الله عزوجل خودش بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید همین یهود که اعتراض میکنند، این اعتراضشون از روی ضد است، از روی عناد است. و الا یهودی ها هم میدونند که قبله اصلی این پیامبر خاتم، قبله اصلی این نبی آخر الزمان بیت الله هست، چون تو کتابشون، هم تو تورات هم تو انجیل، هر پیامبری که نویدش میاد که این پیامبر کتابش چیه، قبلهش چیه. تو تورات و انجیل بود که قبله اصلی محمد صلی الله علیه وسلم، نبی خاتم، بیت الله خواهد بود. لذا الله می فرماید و ان الذين اوتوا الكتاب، همانا اونهایی که کتاب داده شدند، لیعلمون انه الحق من ربهم، البته اونها میدانند که انه الحق، همانا این قبله حق است از جانب ربشان است، یعنی این که به سوی بیت الله نماز بخوانند حق است. و ما الله بغافل عما یعملون، خداوند عزوجل غافل نیست
از اون چیزی که اما یعملون، از اون چیزی که اونها عمل میکنند. یعنی هر عملی که میکنند خداوند میبیند، خبر دارد. اگر مؤاخذه نمی کند، مهلت میدهد، خدا بیخبر نیست، به روزش محاسبه میشوند. اون روزش که فرا برسد درباره اعمال از اونها سوال میشه. پس حاصل اون چیزی که ما در این آیات خواندیم، قبله اصلی بیت الله هست. بعد از اینکه بیت الله تعیین شد دیگه قبله بیت المقدس منسوخه. امروز اگر کسی بخواد به سوی بیت المقدس نماز بخواند، نمازش باطله. حتی اگر کسی خدا توفیقش بده اونجا بیت المقدس بره زیارت بیت المقدس، مسجد الاقصی، رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه دادن، فرمودن که مساجد برای نروید مگر 3 تا مسجد، یکی از اونها مسجد الاقصی است. اما همون جا اگر تشریف بردید، همون جا اگر یه وقتی رفتید، هم اجازه نداره به سوی خود بیت المقدس نماز بخوانید، از همون جا باید به سوی بیت الله. چون عرض کردم این خانه را الله عزوجل خاص قرار داده، اولین خانه ای هست، دستور در قرآن. بعدا ما 2-3 آیه دیگه میخوانیم که خدا تاکید میکنه و میفرماید نه تنها در حضر، در سفر هم به سمت بیت الله نماز بخوانید. لذا این قبله ماست و هر قبله برای هر پیامبری عرض کنم که جز شعائر دینی اون پیامبر است. مثلا قبله حضرت موسی علیه السلام صخره بیت المقدس بود، جز شعائر دینی یهود است. شعار دینی و از شعائر دینی ما مسلمانان چیه؟ بیت الله الحرام هست. لذا این قبله ما هست و تا قیام قیامت همین قبله انشاءالله خواهد ماند. همه مسلمانان به این سمت باید نماز بخوانند و یک دلبستگی خاصی الله عزوجل مسلمانان را به این قبله داده. الله عزوجل به عزت این قبله، به شکوه بیت الله و به عرض کنم که رونق بیت الله بیفزاید. خدای تعالی به ما هم توفیق بده که ما بار بار انشاءالله زیارت اون بلاد مقدس را داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگارا اله العالمین، بعد از فرجه‌ای و بعد از چند ماهی مجدد این درس کلام الله مجید آغاز شد. پروردگارا ما را استقامت بر تعلیم قرآن نصیب بفرما، فهم قرآن را به ما عنایت بفرما. پروردگارا اله العالمین، اون گواهر و اون جوهرها و اون مرواریدهایی که در این دریای بیکران، در این بحر قرآنی وجود دارد، فهم تک تک اونها را در ذهن و در قلب ما بنشان و به این قرآن توفیق عمل به ما نصیب بفرما. اله العالمین، ما را از شاگردان راستین این کلام زیبا قرار بده و اله العالمین توفیق بده زندگی خودمون را و دنیا و آخرت خودمون را به وسیله این کلام روشن بکنیم. پروردگارا توفیق تلاوت قرآن، توفیق قدردانی و استقبال درست از قرآن عنایت بفرما. نمازهای ما را، طاعات و عبادات شکسته ما را قبول بفرما. پروردگارا این روزها که روزهای حج هست و مسلمانان عازم اون دیار هستند، این سفر را نصیب ما فقرا هم بگردان. پروردگارا به ما هم زیارت حرمین شریفین را کرات بعد مرات بار بار نصیب بفرما. حج حاجیان را مقبول بفرما. مشکلات ما و همه مسلمانان را حل بفرما. آخرت ما را آباد بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان. از ما راضی و خوشنود باش مولا و توفیق بده زندگی را با رضای تو سپری بکنیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رب.